خیلی‌ها فکر میکنن لوله کشی فقط یه کاره، اما کسی که واقعا این راهو میشناسه میدونه این شغل یعنی زندگی، یعنی از دل خاک و سیمان مسیر جریان زندگی رو ساختن. هر اتصال یه تصمیمه، هر اشتباه یه درسه و هر لوله‌کش واقعی با دقت و وجدانش آسایش یه خانواده رو میسازه. این کار آسون نیست، ساعتها زیر آفتاب، تو سرما، تو جاهایی که هیچ کس حتی نگاه هم نمی‌کنه، اما ما داریم ادامه میدیم. چون یاد گرفتیم سختی دشمن ما نیست، بلکه معلم ماست. ما از دل سختی تجربه ساختیم، از اشتباه مهارت ساختیم و از کار افتخار. لوله کشی فقط کار با ابزار نیست، کار با دل و غیرته. ما لوله کشیم، ساکت کار میکنیم، ولی جریان زندگی با ماست. اگه تو هم اهل دقت، زحمت و رشد واقعی هستی، به جمع ما بپیوند. اینجا فقط کار نیست، اینجا مسیر ساختن خودته.